عجب تیکه‌ایه، ولی داره چشم سیاهی میره دیگه. بس همه داری چی کار میکنی تو اتاق؟ چرا در قفله؟ اولا اینکه داداش اتاق یه جای شخصیه و اینکه داشتم فیلم نگاه میکردم. اون همه دستمال کاغذی رو پات چیه؟ چون فیلم درام بود میخواستم اشکام پاک کنم دیگه. نام جاشم حتی مونده. نه تو دلت میخواد گریه منو ببینی؟ دلت نمیشکنه؟ چرا در رو قفل کردی؟ تو چرا یه سوال دوبار میپرسی؟ بعدشم دیدن گریه یه مرد چه جذابیتی برای شما داره؟ بده من گوشیو. خب داداش گوشی چیز شخصیه. گفتم بده من. خاک تو سرت. برا من درامه اونو. اینا چی هم میبینی؟ جهت یادگیری. جهت یادگیری؟ این گوشی پیش من میمونه؟ نشونه بابا بدم ببینم یادگیریش کجاست. همین دیشب بود نسخ بودی گفتی برو سیگار بخر، رفتم خریدم. به بابا هم میگم غلط نکن، ما با 1000 بار سیگار رفتی گفتی دیگه حرفتو باور نمیکنه. با دوستات میری زهر ماری میخوری چی؟ به فیلم بد نگاه میکنی زهر ماری میخوری. آره بابا مامان میدونه سفرهای کاری که با منشید میری کاری نی؟ با شناز داره؟ پسر گلم. وای چشمم روشن. میدونستم اهل خیانتی نامرد. منو بگو که با تو موندم. عزیزم تو خودت هم میدونی بابا این چرت و پرت میگه. همین الان جلو پرستو جمع میکنی میری خونه خواهرت. مامان دیگه توندم نرو. همین پارسال بود سم موش ریختی تو غذا بابا ارثشو بکشی بالا. دروغ میگه. داداش داری گریه میکنی؟ بیا اشکاتو پاک کن. نمیخوام. نجس. تازه بدم بهت؟ میگم نمیخوام. مامان واقعا میخواستی بابا رو بکشی؟ تو حرف نزن برو ویلونی تو بکن. روزی با 4 تا پسر چت نکنه آروم نمیگیره. 4 تا؟ اصلا مامانت چی میگه؟ افشین؟ این کیه دیگه؟ این پگ نیست بابا، این دوست پسر آبجیه. هر روز به بهونه پیتزا میاد اینجا آبجی رو ببینه. این همه پفک برات آوردم کوفتت بشه ایشون. خفه شو بابا مرتی که داداش ولش کن قصدش جدیه.